دوستان، به 4مین ویدیوی من خوش اومدین. خب این قسمت از ویدیو درباره اینه که ماینکرافت چالششو بهتون بگم. یه چالش توی یوتیوب مود شده که مثلا اگه به رنگ سبز نگاه کنی چالش از بین میره یا میمیری. حالا منم این کار کردم، هر 5 دقیقه یه رویداد اتفاقی رندوم ایونتس اتفاق میفته. حالا ما باید هدفمون اینه که یه خونه بسازیم و تو 24 ساعت، حالا من دایمندم اگه شد بعد ویدیوهای 5 کردیم میذارم براتون. ولی الان باید هدفمون و یه دونه دایمند پیدا کنیم. اگه هم دایمند پیدا نکردیم بازم برنده ایم. ولی اگه دوتاشو چیز نکردیم، یعنی انجام ندادیم، یعنی منظورم خونه رو اگه نساختیم میمیریم، یعنی میباریم. خب حالا بذار یکم از این چوبا بزنم، یکم از این استیک. خیلی بچه ها تو رو خدا لایک کنید، هرچی لایکتون بیشتر باشه من ویدیوهای بیشتری میذارم و چالش‌های جدیدتری. خب نردبون میذارم، نردبون بهتره، میتونه از اینا که خشنگ بشه. سمت معدنم بریم. بقیه آب باشه تا اگه آتیش گرفتیم آب نمیریم، همه زحماتمون بهدر میریم. بعد همین نتیجه هم که اگه بمیریم دوباره از همون جای اول سر بچه ها برای شنبه هفته بعد. و بچه ها توی کامنت ها بگید که چالش بعدی چی بگید، مثلا یه ساعت، مثلا 24 ساعت، رنگ زرد
بارون شده. خب چالش خیلی ترسه. خب متاسفانه خیلی مهمه که ما الان غذا بخوریم. اگه نخوریم میمیریم. اگه بمیریم چالش تموم میشه. ولی خب اتفاقا امروز استثناءه. یعنی چی استثناءه؟ یعنی اگه باختیم دوباره اینو ادامه میدیم. ولی خب بقیه روزا مثل فردا دیگه سخت‌ترش میکنیم. هر جلوتر سخت‌تر. خب هدف ما الان پیدا کردن و کشتن حیوان هستش که الان ما باید زیاد جمع کنیم. یکم دیگه هم میتونیم بدویم توی گشنمونه باید یه چیزی بخوریم. متاسفانه بذار ببینم. بذار یه دونه مرغ خام بخورم. واقعا منطق نداره. مخصوصا یه صدا هست میگه آدم تو سنگ هم میخوره. یه دونه ایوون اینجا پیدا نمیشه. چقدر ما خوششانسیم. یعنی که بهترین مپ دنیا افتادیم. چی؟ ایوون اینجا نیست. واسه دستکاری میکنم. ما که من اصلا دستکاری نکردم کلن تازه من مپو باز کردم. باید خیلی سریع دنبال گوسفند، گاو، خروس و غیره باشم. خب بذار ببینم پیدا میکنم نزدیک مردنمونه. بذار یه چیزی پیدا کنم. بس خدا بدو 2 دقیقه مونده. خیلی الان اوضاع خرابه. الان که دارم میبینم الان بدترم شد. چه از این بدتر؟ هیچ. ما فقط الان هدفمون اینه که توی مرحله الان هدفمون اینه که زودتر یه خروس گاو و گوسفند و خرگوشی که الان من دارم میبینم پیدا کنیم و بکشیم. خب بریم سراغ این خرگوش. بدبخت بیچاره. خب بدونه گرفتیم. اینو بکشیم. بودو فرار نکن به خدا. بمیر دیگه. یه دونه میزنم میمیری. بدبخت. خیلی خوبی شدی حالا نسبت به هنوز یکم بوده. البته من میخواد به سر جاش. بذار خرگوشه لعنتی رو بکشم که اینقدر اذیت میکنن. خودتون بگیری قلبت هم دوباره بیاد سر جاش. چون که الان اتفاق و رویدایی که الان میخواد بیفته شاید یه چیز خطرناک باشه. نمیتونیم که چی خلاص هدفم پیدا کردم خونه نیست ببخش بچه ها. حتی یه چالش دیگه هم داریم. پیدا کردن خونه روستا. میتونیم این کارم کنیم. بریم اینجا شاید اصلا یه دایمند باشه. خب خیلی کم به دایمند. خرگوشه نبود عجب. آماده باشید. فرار
بالا. بچه ببخشید دیگه مایکروفون بیشتر پلیرها با داری الان پس اینم مثلا پنجره است و اون کسی که نمیاد نگران نباشید بچه یه مشکل خیلی گنده داره. دوتا میریم بالا. خب بودو بکن که الان یه خب این الان در اصل دایمن پیدا کردیم بچه آخرش دیدین؟ اگه ندیدین یه بار عقب ما دایمن رو پیدا کردیم ناکن هنوز دایمن دوتا هم امرالد. خب پس بچه چالش تموم شد. خب بچه ما چالش اولمون تموم شد. تا فردا میبینمتون. حتما لایک و سابسکرایب کنید. اگه 100 لایک و سابسکرایب باشه بکنید یه هفته رو تصمیم میگیم که هر روزش بدون پنجشنبه چالش انجام بدیم. بچه تو کامنت هم بهم بگید.
3 چالشی فردا انجام بدم، ولی مال چهارشنبه مال دوشنبه. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خدا